خب سلام داداشیا، حالتون چطوره؟ اول از هر چیزی ببخشید واسه اینکه این ویدیو رو اینقدر دیر آپلود کردم، ولی ما همین 2 روز پیش بالاخره تریلر بازی سونیک ایکس شادو جنریشنز رو دیدیم. این چه اسمیه آخه؟ خب خود سونیک جنریشنز که اصلا تغییری نکرده و یه پورت خیلی ساده و خوبه که همه دارن واسه اینکه اصلا تغییر نکرده کلی ایتش میکنن که من فاز این دوستان مثلا متخصص رو درک نمیکنم. تغییرش بدن میشه سونیک کالرز التیمیت که هیتش میکنید، تغییرش ندن میگی تغییر نکرده هیتش میکنید. خب این بدبختا باید چیکار کنن الان خدایی؟ ولی همه چی داشت عادی پیش میرفت که یهو این اتفاق افتاد. اموگوس. بله، بخش داستانی جدید بازی که مخصوص شادوه که تا جایی که من توی تریلر دیدم زونا فقط واسه بازیاییه که شادو توشون حضور داشته، مثل فاینال راش یا باس فایت بایولیزار یا زون سنترال سیتی و بازگشت بلک دوم. خب بریم سراغ گیم پلی بازی. گفته شده که شادو توش قرار قدرت‌های جدیدی داشته باشه. شادو قطعاً اسلحه نداره توی این بازی، خدا رو شکر. من نمیدونم که وسیله نقلیه داریم یا نه، چون قراره به تمام بازیایی که شادو توشون بوده برگردیم. خب شادو توی سونیک او 6 هم بوده و اونجا وسیله نقلیه داره، پس نمیدونم. ولی ما 2 تا از این قدرت‌ها رو میدونیم چیه. اولیش که شادو وقتی داره به انیمیا توی سنترال سیتی ضربه میزنه میبینیم که داره تلپورت میشه، که البته فکر کنم مدل هومینگ اتکش این مدلیه و قدرت جدیدی نیست. و زمانی که داره با بایولیزارد مبارزه میکنه ما همون اول میبینیم که یه چیزی داره از دست شلیک میشه و مثل اینکه قدرت‌های دیگه‌ای هم داره جدا از این 2 تا قدرت. و بازی هم قراره در پاییز 2024 عرضه بشه. خیلی هم عالی. و مثل اینکه امسال قراره سال بزرگی واسه شادو باشه، اون از فیلم سونیک 3 که مشخص شد جیم کری برگشته و یه تیزری هم همین امروز بیرون اومد و همراهش بازیگراشون هم نشونمون دادن. اونم از سونیک پرایم که شادو هم توش نقش پررنگی داشت و اونم از شایعه DLC سونیک سوپرستارز پلاس که گویا قراره اسکین کلاسیک شادو رو توش ببینیم. و اینم از سونیک ایکس شادو جنریشنز. نظر شما راجع به سالی که قراره داشته باشیم چیه؟ مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.